سلام آقا، جدیدترین خبر از اوضاع داخلی مملکت، همه چی گل و بلبل شده. بله درست شنیدید، لطفا به گیرنده هاتون دست نزنید. فضای مملکت الان فضای خیلی خوبیه، فرصت ها خیلی زیاده، منبع ولی وقی. خوشبختانه در کشور فرصت ها هم زیاده الان، یعنی تو کشور فضای عمومی کشور مسئله خاصی وجود نداره، نه جنگ داریم نه بیماری داریم نه یه مشکل امنیتی حادی داریم، بنابراین فضای کلی کشور الان این فضای خوبی است. صبر کن ببینم در مورد کدوم کشور داره صحبت میکنه؟ اگر اوضاع مملکت اینه پس چرا رئیس جمهورش داره چیزای دیگه میگه؟ برق مشکل داریم، گاز مشکل داریم، آب مشکل داریم، نفت، بنزین، پول، همه چیز پر از مشکله. به هر چی درس بزنی یه جا دردش میاد. خوب راه درست چیه؟ راه درست اونه که راه درست رو پیدا کنیم. حالا از شوخی گذشته، خودش فکر میکنه که راه درست رو پیدا کرده، یه راه حلی پیدا کرده که تقریبا هر جا میره روش تاکید میکنه. ما الان با تو مملکت با یه مشکلاتی مواجهیم، یکی برق، یکی آب، یکی بنزین، یکی گاز، همینجوری یکی تورم. اینا مشکلات ماست. شما اگه کمک بکنید تعداد لامپایی که روشن میکنید نصف کنید. الان تو اون خوابگاهی که ما نشسته بودیم چقدر چراغ روشن کرده بودن؟ اگر هم شب شد 3 تا لوستر توی اتاق نمیدونم 40 متر 60 متر، 3 تا لوستر با 15 تا چراغ، دیوارم چراغ داشت. شما فکر کنید هر کی تو ادارهش تو خونش اینقدر چراغ مصرف کنه، خب کم میاریم. کل مغزهای هیئت دولت که با هم جمع شدن راه حلشون شده این که چراغا رو خاموش کنید. آقای نابغه، به جای اینکه روزه صرفه‌جویی برای مردم بخونی، اگر راست میگی برو یکی از این چراغا رو خاموش کن. برو از رهبرت شروع کن که بزنه به کمرش، اومده برای یه فیلم تبلیغاتیش خودش تکی وایساده 600 تا لوستر روشن کرده. لامپ روی دیوار میخوای خاموش کنی، برو اینا رو خاموش کن. لوسترهای قبر امامتون رو خاموش کن. تو اینجا رو 1 ساعت خاموش کن، نصف تهران رو میتونی با برقش راه بندازی. البته راه حل پزشکیان فقط به خاموش کردن چراغ‌های مردم محدود نشد، بلکه برای حل مشکل بی‌برقی کشور راه حل‌های دیگه هم داده. یعنی مصرف رو بیاریم پایین تا تقاضا بیاد پایین. ما که میتونیم تو ادارات خودمون این کارو بکنیم. تو اتاق خودمون میتونیم که درجه به اصطلاح اون کولری رو که میذاریم مثلا 26 27 28 بذاریم به جای اینکه 18 بذاریم. قدیم مگه ما کولر نبود، پنکم نبود، ما تو خونه هامون تو درجه 34 35 درجه مشکلی داشتیم مگه؟ همین یه کار رو اگر انجام بدید ما در کشور مشکل کمبود برق نخواهیم داشت. کارخونه های ما هم مشکل برق پیدا نخواهند کرد. این میزان گاو بودن از خود گاو هم بعیده، یعنی خود گاو هم نمیتونه اینقدر گاو باشه. شما فقط نگاه داشته باش، بشر 40 سال پیشرفت کرده، اختراع کرده، اومده جلو که بتونه توی این سطح زندگی کنه. بعد یارو اومده میگه ما 40 سال پیش اصلا مشکلی نداشتیم. پس برای چی اصلا اومده قرن 21؟ بفهمه برو عصر حجر. خب آقای پزشکیان میاد میگه خب جرمتونه اگه قدیم پنکه بود و نمیدونم چی، بابا برگردیم عصر حجر. چون شما نمیتونید ناترازی‌ها رو از بین ببرید. مملکتی که بالاترین میزان نفت و گاز رو داشته الان نباید برق داشته باشه؟ تازه بیام همدیگر باد بزنیم فوت بکنیم در قرن 21 میلادی؟ به من میگید اینو ترویج بکنم برای که میخوام حمایت بکنم از شما؟ میتونم؟ به من نمیخندن؟ منم 4 نفر نمیگن این حکومتیه؟ خب بگن درست میگن دیگه. متاسفانه از ناحیه دولت و آقای پزشکیان اخبار بسیار بد، اظهار نظرهای بسیار بد، غیر حرفه‌ای، شلوول از ایشون شاهد بودیم. آقای پزشکیان در مورد برق خیلی دست پا شکسته، دست پا چلفتی و بی دست و پا، یعنی سر که من نمیبینم. یعنی من تعجب میکنم واقعا سیستم دانشگاهی ما چطور چنین آدمهایی با این ذریب هوشی رو قبول میکنن، یا من نمیدونم چطور آقای پزشکیان در رشته پزشکی قبول شدن و وارد دانشگاه شدن. امیدوارم که متخصص مغز نباشه، چون اگه متخصص مغز باشه میزنه کلا فرمانده بدن رو نابود میکنه. ایشون میاد و میگه که
مگر ما 30 سال 40 سال پیش پنکه داشتیم؟ باشه، ما ماشین هم نداشتیم. بفرمایید شتر بیارن، قاطر بیارن و شما به عنوان قاطر سوار و خر سوار طی طریق کنید، بنزین هم مصرف نمی‌کنید. ها فوقش هم آقای زاکانی 4 تا فضولی خر و قاطر از تو خیابونا جمع میکنه. خب بیکاره، شهردار ما که بیکاره. این اوضاع اون مملکتی که یارو میگفت فضاش خوبه. آره خیلی خوبه، فقط خوبیش داره نور بالا میزنه. آقایان مسئولین تو کدوم غار دارید زندگی میکنید؟ ما آروم میگیم نمیشوید، داد میزنیم نمیشوید، طنز میسازیم نمیشوید، فحش میدیم نمیشوید. مملکت دست پینوکیو بود، الان اوضاع ما خیلی بهتر از این بود. تو قرن 21 روزی 5 ساعت داره بقیه شهرها میره. تو قرن 21 ملت با هوش مصنوعی دارن سفر در زمان امتحان میکنن. ما وسط جهنم ساختیم. این همه برنامه‌ای که شما واسه مردن ما داشتید، واسه زنده بودن ما داشتید، اصلا وضع ما این نبودش. خود دربون جهنم بیاری اینجا وضع زندگی ما رو ببینه میگه بابا من به یزید و شم انقدر سخت نمیگیرم، شما به مردمتون انقدر سخت گرفتید. هر جور نگاه میکنم این خونه شبیه خونه‌ایه که مولیانه زده. دیگه با یه دست به سروش کشیدن و گشتکاری درست نمیشه. باید یه گودبرداری اساسی بشه. یه ساختمون هم بخوای تمیز کنی، تو از پله اول نمیتونی تمیزکاری رو شروع کنی. بعد بری از اون بالا تمیز کنی، بریزی بیای پایین. بعد تازه با افتخار تیترام زده بودن تابستان علاوه بر این که برق میره اینترنت هم میره. ای کاش پشت سرش خودتون هم برید ما یه نفس بکشیم. تازه این اوضاع مملکت مال امروزه. با این دستفرمون که اینا دارن میرن تابستون طبق گفته‌های خودشون ملت باید دنبال تهیه آفتابه و باد بزن باشن. ولی به قول اون یارو فرصت‌ها زیاد و اوضاع گل و بلبل و فضای کلی کشورم فضای خوبیه. خوشبختانه در کشور فرصت‌ها هم زیاده الان. یعنی فضای عمومی کشور مسئله خاصی وجود نداره. نه جنگ داریم، نه بیماری داریم. بنابراین فضای کلی کشور الان این فضای خوبیه. یه جوری میگه جنگ نداریم، بیماری نداریم که انگار الان بقیه دنیا تو جنگ جهانی سومن یا تو سویه‌های کرونا دارن بالبال میزنن. بعد میگه کشور براتون طوری نگه داشتم که جنگ نداریم. اولا که جنگ داری، نه با این و اون، با خود ملت ایران. 45 ساله داری که با ملت میجنگی. کشتارهای دهه 60، قیام آبان 98، 401، همین موجه اعدام‌های اخیر، اینا رو که یادمون نرفته. بعد دوما مگه توی جنگ قراره چه اتفاقی بیفته که الان نیفتاده؟ کشتارش رو که تو داری میکنی، خسارت‌هاش رو هم داری وارد میکنی به مملکت. و این خسارتی که به اقتصاد کشور وارد شده معادل 5 تا جنگ تحمیلیه. خب ما 2000 میلیارد رو طی این 20 سال خسارت دیدیم، عدم و نفت داشتیم، به دست نیاوردیم. یعنی چیزی برابر 5 تا جنگ 8 ساله. انگار 40 سال کشور درگیر جنگ بوده توی این 20 سال. مگه تو دوران جنگ مردم چجوری جنگو حس می‌کردن؟ از بی‌ثباتی‌ها، کمبودها، گرونی‌ها. الان وضعی که تو برای معیشت مردم درست کردی عین دوران جنگ شده. آقا من این نونه هر روز صبح از آزاد پس میگیرم دونه ای 7500. امروز 4 نمیدونم یا 3 اومدم گرفتم 15000 تومان دونه ای، یعنی یه ضرب 2 برابر. بعد گفتم چرا اشتباه داری حساب بکنیم؟ بعد دیروز از یک مشتری دائم شد گفت خدا دیروز کالا گرون شده، من کنزت شده. چقدر میرم حالا که کنزتی نیست، نون کنزتی دونه 20 تومن. چه خبره؟ جنگ مگه؟ یا ما از جای خبر نداریم؟ بعد مجسمه وقاحت سید علی با تو هم پوز چی رو داری تو میدی به ملت؟ فضای خوبیه؟ فضا برای کی خوبه؟ برای آقازاده‌های شما؟ برای ملت که وضعیت هر روز بدتر از دیروزه با این اوضاع گرونی. آقا خلاصه سال 1403 تا 1404 داخل سوپرمارکت این قیمت این شد، این قیمت این شد، این قیمت این شد. اینا هم که قیمت بزرگا شدن. بزرگا هم اصلا قیمتاشو ندونید بهتره. بعد شما میگید پیشرفت نمی کنید. آقا دارن به جوونا فرصت میدن دیگه، چیکار باید کنن؟ این دستمالی که پشت چراغ قرمز التماست میکردن 10,000 تومان الان شده بسته 200,000 تومان. این چیپسی که 90 گرم توش سیب زمینیه شده 50,000 تومان. همش باده. شما باد و کیلو چند داری حساب میکنید؟ این همه افزایش قیمت آخه واسه چیه؟ مگه حقوق ما هر روز افزایش داره که این جنس امروز 10,000 فردا 20,000 پس فردا 30,000؟ بعد یه مدت هم می‌خواستید با راه اندازی شوی مذاکره و بازی با قیمت دلار جفت سازی کنید که اونم الان تقش در اومده. موضوع انشاء مذاکرات
اجازه مذاکرات چیز خوبی هست. اگر مذاکرات نبود زندگی هم بی‌معنی میشد و ما هیچ سرگرمی حرفی برای گفتن در جمع خانواده، دوستان، کافه ها، میدان تربار، صف نانوایی و حتی با راننده اسنپ نداشتیم و مردم حوصله‌شان سر میرفت. در کشور ما هر شنبه مذاکرات با کشوری دیگر در کشوری دیگرتر توسط کشوری دیگرتر انجام می شود. من میخواهم وقتی بزرگ شدم مذاکره کننده بشوم و هر شنبه با هواپیما به کشوری دیگر بروم و برای کشورم افتخار و خودکار بیاورم. اجازه پدرم میگوید اگر مذاکرات نبود ما پول نداشتیم و برق‌هایمان هر روز میرفت. دوم اومدن گفتن مذاکره با آمریکا با چکس اگه مذاکره کنی همه چی خوب میشه، اوکی عالیه. 5 دوره رفتیم مذاکره کردیم، گازوئیل گرون شده، آرد وضعیتش بد شده، روغن شده، قاچاق، لبنیات گرون شده، نوشیدنی گرون شده، همه جنسا 0 تا 100 گرون شده. اومدم میگم اول فکر شیکم گشنه مردم باشیم بعد فکر آخره. بله جناب ولی وقیح، این مسیری که داری میری رو قبل از تو همه دیکتاتورها توی تاریخ تجربه کردن و آخر و عاقبتی جز تغییرات رادیکال در انتظارت نیست. ایران در یک نقطه عطف هست. این نقطه عطف رو یا نظام در ساختار فعلیش میپذیرد و تغییرات بنیادین میدهد. اگر همین اتفاق نیفتد به خاطر همین ناترازیه یا ورشکستگی کلنگری که بر کشور ما حاکم شده در 3 تا عنصر اصلی، مردم در کف خیابان تغییرات رادیکال را رقم خواهند زد. مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، زنده باد قانون‌های شورشی، ارتش آزادی بخش پیروز است، پیروز است. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجب. بله فضای مردم با اون فضایی که سیدعلی وعدش رو میده خیلی فرق داره. اونی که یه زمان فکر میکرد جزیره ثباته هم آخرش به تغییر رادیکال رسید. این درس تاریخه. وقت بخیر و خدا نگهدار.